از نگاهی دیگر. کیپ تاون به کوهستان‌های دراکنزبرگ. پیش از اینکه راهی جنوب بشیم، سفر هواییمون رو از کیپ تاون و کوهستان تیبل شروع می‌کنیم. به حوالی کیپ آف گود هوپ سری میزنیم و بعد میریم سراغ یه سری از بهترین تاکستان‌های استالنباش. بعد از اون باید به سمت شرق و به طرف هرمانوس و قبل از اینکه تو کرانه گاردن روت به سمت بندر الیزابت تو کیپ شرقی و بالای کرانه غربی پرواز میکنیم و والها رو تماشا میکنیم. بعد به سمت دوربان حرکت میکنیم. بهتر از این هم مگه میشه که سفر هواییمون رو از کیپ تاون و از بالای معروفترین کوهستان دنیا یعنی کوهستان تیبل شروع کنیم؟ این کوهستان به شهر اشراف کامل دارد. تا 3 کیلومتر گسترده شده و در ارتفاع 1000 کیلومتری از سطح دریا قرار دارد. به واسطه آنتونیو دی سالدانها، اولین اروپایی هایی که در سال 1503 وارد این خلیج شدند، اسم کوهستان تیبل روی آن قرار گرفت. بالاترین نقطه این کوهستان از یک طرف به قله شیطان و از طرف دیگر به سر شیر میرسد. یکی از معروفترین مناظر این کوهستان از دریا به سمت شماله، یعنی جایی که میشه دید این کوهستان تا چه اندازه به شهر مشرفه. زمانی که باد گرم جنوب شرقی ابرها رو با خودش میاره، نوک قله کوه رو روکش سفیدی میپوشونه و دمای هوای قله پایین میاد. در ضمن چشماندازهای بالای کوه بی‌نظیره. اما برای اونایی که راه‌های ساده‌تر رو ترجیح میدن، تلکابین هم موجوده. در سایه کوهستان هم یادبود مردی قرار داره که بیشتر از بقیه تو ماجرای آفریقای جنوبی نقشی جنجالی داشته، یعنی سیسیل راود. اواخر قرن 19 این مرد با استفاده از ثروتش تو دنیای جدید یعنی آمریکا یک امپراتوری انگلیسی در زمینه امتیاز استخراج معدن پدید آورد و یک حکومت انگلیسی ایجاد کرد. اون رودیژا و زیمبابوه رو ساخت و رویای شکل دادن خط قرمز قدرت انگلیسی از کیپ تاون به قاره رو در سر می‌پروراند. کیپ تاون یکی از معروفترین شهرها و یکی از مقاصد توریستی به شمار میره. گسترش اون در طول قرنها تحت تأثیر ایده هلندی‌ها، انگلیسی‌ها و کیپ مالای بوده. ساختمان‌های مدرن امروزی در کنار بناهای تاریخی از جمله ساختمان شهرداری ساخته شده در سال 1905 و همینطور قلعه گود هوپ که حدود سال 1670 ساخته شد قرار گرفته. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این شهر استادیوم فوتبال جدید آن واقع در گرین پوینت. این استادیوم ظرفیت 68,000 نفر رو داره و برای جام جهانی 2010 ساخته شد. در نزدیکی این استادیوم بندر قدیمی ویکتوریا و آلفرد واترفرانت قرار گرفته که به تدریج در اواخر دهه 1980 به مکانی مسکونی و مناسب برای خرید تبدیل شد و پر از رستوران‌های عالی و هتل‌های گران قیمت، همراه با جزیره‌ای متشکل از 40 سویت و چندین آپارتمان مجلل. اما یک جزیره دیگه هم هست درست خارج از کرانه کیپ تاون که با این تجمل مدرن کاملا در تضاده. این جزیره رابین نام داره که تو 8 کیلومتری شمال کیپ تاون قرار گرفته. در اینجا زندانی بود که از اواخر قرن 17 دایر بوده
سال 1963 هم نلسون ماندلا 18 سال از 27 سال محکومیت خودش رو در این جزیره گذروند. تمام زندانی‌ها مجبور بودند در معدن آهک نزدیک زندان کار سخت انجام بدن که در همه جیره‌بندی‌ها وجود داشت. امروز این زندان به یک موزه تبدیل شده و تمام جزیره جزو میراث جهانیه. شاید آخرین کلمه توصیفی از این محل از دهن خود نلسون ماندلا بیرون اومد که به محکومیتش در اینجا اشاره می‌کرد. این مسئله حقیقت داره که جزیره رابین زمانی منطقه‌ای تیره و تار بود، اما بعد از اون تاریکی روشنایی زیبایی بیرون اومد، نوری اونقدر قدرتمند که نمیشد پشت دیوارهای زندان پنهان کرد. تضاد بعدی بین مرکز ثروتمند کیپ تاون و شهرستان‌های خارج از شهره. اینجا کایلتیشه است، اقامتگاه 2 میلیون نفر که در عصر تفکیک نژادی سیاه‌پوستا ساخته شد. دولت جدید برای بهبود خانه‌سازی ساختمان‌های آجری رو وارد این برنامه‌ریزی ساختمان‌سازیش کرد، اما زاغه‌نشینی هنوز در این مکان وجود دارد. ماجرا در غرب شهر، جایی که آپارتمان‌های مدرن در سیا پوینت و همینطور در گوشه کناره‌های لاینز هد صف کشیدن، کاملاً فرق می‌کنه. یکی از افتخارات آفریقای جنوبی کرانه ساحلیشه که حدود 3000 کیلومتر گسترده شده و زیباترین سواحل دنیا رو در خودش جای داره. ساحل نورت هوک یکی از اونهاست. ساحل 6.5 کیلومتری از شن سفید و آبی دریای بیکران. اما این زیبایی میتونه اغوا کننده باشه، چون به محض شکل گرفتن یک طوفان دریا به یک گرداب ترسناک تبدیل میشه که در طول قرنها کشتی‌های زیادی رو به گل نشونده. در تمام ساحل میتوان شاهد کشتی‌های شکسته و زنگار گرفته بود که همین میتونه دلیلی باشه دال بر این حقیقت که دریا چقدر میتونه خطرناک باشه، خصوصا اطراف دماغه گود هاپ که تندبادها و سرعت جزر و مد میتونه کشتی‌های ناآشنا رو به صخره بکوبه. فانوس دریایی کیپ پاوند در دماغه با یک فانوس دریایی بهتر جایگزین شد، چون در سال 1911 به این دلیل که فانوس دریایی قبلی در مه گم شده بود و نورش دیده نمیشد، یک کشتی پرتغالی به اسم لوسیتانیا با صخره برخورد کرد. اما در سال 1488 که محقق اروپایی بارتولومئو دیاز برای اولین بار این دماغه را کشف کرد، خبری از فانوس دریایی نبود. اون خطی به وجود آورد که بعدها به یادبود کشفش با این نسخه جایگزین شد که امروز ملوانان از آن به عنوان نقطه کشتیرانی استفاده می‌کنند. الگوی هوایی اطراف محدوده خلیج تأثیرات بسیار خوبی روی تاکستان‌های این منطقه دارد، چون آفریقای جنوبی با تاریخچه‌ای که در اوایل قرن 17 به مهاجرین هلندی برمیگرده، یکی از بزرگترین تولید کننده‌های شراب دنیاست. در سایه کوهستان تیبل تو کنستانتیا خونه‌های ویلایی قدیمی زیبایی نیز قرار دارند. منطقه اصلی صنعت شرابسازی کیپ در شرق کیپ تاون، یعنی اطراف استلنبوش قرار دارد. یکی از اولین ملک‌های این منطقه بوشنداله که تاریخچه آن به سال 1685 برمیگرده. این ملک اربابی در طول سالها گسترش پیدا کرد و تغییر داده شد. اون چیزی که امروز می‌بینیم به سال 1812 برمیگرده. وقت اون رسیده که به ساحل بریم، جایی که برای تماشای والها بهترین نقطه است، یعنی هرمانوس. در قرن 19 وقتی کشتی‌ها والها رو می‌دیدن، شکار آغاز می‌شد. اما امروز وقتی والها دیده میشن، این دوربین هاست که ازشون عکس می‌گیره. از ماه ژوئن تا دسامبر از ساحل میتوان والهای سفید رو دید، چون اونا در پناه خلیج بچه‌هاشون رو به دنیا میارن. این موجودات دریایی بزرگ اغلب در حال زایمان دیده میشن که در نزدیکی ساحل با جزر و مد بالا و پایین میرن. البته میشه اونها رو در حالی که خودشونو به ساحل میزنن هم دید، حرکتی که هنوز به درستی درک نشده،
که آیا از سر شوق یا تعرض. جواب اون هر چی که باشه واقعا صحنه دردناکیه. یکی از معروفترین سواحل این منطقه دماغه شرقی و غربی رو از هم جدا میکنه و به گاردن روت معروفه. این مسیر از خلیج موسل تا رودخانه استورم امتداد داره. در سال 1780 یک طبیعتگرد نوشت که طبیعت با ساخت این مکان زیبا فضایی جادویی خلق کرده. در این مکان مناظر تحسین برانگیز زیادی برای جذب بازدید کنندگان وجود دارد که شامل یک خط ساحلی بی‌نظیر هم میشه. میتونید در ساحل پهناور دره طبیعت که بخشی از پارک ملی تتسیکاما میشه شنا کنید. در روبرو پنینسولار شاهد کلونی‌های فوک‌های دریایی باشید و صدها فوک دریایی کیپ فور رو میتونید تماشا کنید. در زمستان بچه فوک‌ها به دنیا میان و میتونید اونا رو ببینید. در مسیر اوتر میتونید پیاده روی کنید و به معنای واقعی به دامان طبیعت برگردید. البته تعداد محدوده و تسهیلات کمی هم در مسیر وجود داره. پیاده روی در این مسیر 5 روز طول میکشه و یکی از محبوب ترین مسیرهای پیاده روی در کشور به شمار میاد. اگه به دنبال جای ساکت‌تری هستین، تعدادی زمین گلف هم در گاردن روت هست. این یکی از تفریحگاه‌های گلف پناکل پوینته. جایی که حتی به خاطر سوراخ زمین گلف هم دلتون نمیخواد از منظره دل بکنی. پل قوسی روی رودخانه بلوکرانز بلندترین پل قوسی جهان به شمار میره. همینطور بهترین مکان برای اینکه با بانجی جامپینگ خودتون رو رها کنید. از بانجی جامپینگ تو این منطقه رکوردهای زیادی در کتاب گینس ثبت شده. گاردن روت مکانی معروف برای زندگی هم به شمار میره. در ضمن تفریحگاه پلتنبورگ هم رشد کرده و به شهری شبیه شده از تفریحگاه‌های موفق و بزرگ منطقه. و برای اونایی که با منظور خاصی به اینجا اومدن، باید بگم خونه‌های رو بلندی کوه هست که منظره زیبایی از ساحل رو به شما نشون میده. در ساحل نوتسی که نسلا در نسل به عنوان مکانی برای تعطیلات استفاده می شده، یک سری قله‌های مدرن وجود داره که به دهه 1930 برمیگرده. به واسطه استفاده سنگ‌های همین منطقه، این خونه‌ها شکل قلعه به خودشون گرفتن و فقط وجود چند تا مناره و سنگربندی لازم بود تا این منظره رو کامل کنه. امروزه این 5 قلعه ترکیبی جزو خونه‌های شخصی و هتل‌های مجلل به حساب میان. شرق گاردن روت خلیج آلگوا قرار گرفته و همینطور سومین بندر بزرگ و 5مین شهر بزرگ این کشور، یعنی بندر الیزابت. در مرکز شهر دانکن رزرو قرار گرفته که ساختمان‌های تاریخی زیادی اونو محصور کرده، از جمله برج کمپنیل که تو سال 1923 برای یادبود مهاجرین انگلیسی در سال 1820 ساخته شد. ساختمان قدیمی تری هم به اسم قلعه فردریک هست که در سال 1799 انگلیسی ها اونو برای پیشگیری از حمله فرانسوی ها ساختند. یکی از جدیدترین بناها هم استادیوم نلسون ماندلا است. این استادیوم با گنجایش فقط 50,000 نفر میزان مسابقات راگبی و فوتبال و همینطور کنسرت ها رو در بر میگیره. مهمترین رویدادی که اینجا شکل گرفت شروع مسابقات جام جهانی بود. در گوشه شمالی خلیج الکساندرا دیونفیلد قرار داره، یکی از بزرگترین شنزارهای فعال دنیا. باد طرحهای زیادی رو روشن ترسیم میکنه که مدام در حال تغییرند. در نهایت این شنزار به یک جنگل بومی لخت ختم میشه. حیات وحش یکی از بزرگترین دارایی‌های آفریقای جنوبیه. نزدیکی بندر الیزابت منطقه حفاظت شده شانوار گیم قرار داره که دارای بزرگترین منطقه خصوصی کشور و یکی از بهترین شرکت‌های حفظ منابع زیست محیطی جهانه. خانه‌های کوچک زیادی در این منطقه 60,000 هکتاری قرار دارند و بازدید کننده ها می توانند از 5 حیوان بزرگ، فیل، کریدن، بوفالو، شیر و پلنگ دیدن کنند. بیشتر این حیوانات موجودات خجالتی هستند و حضور هلیکوپتر ما اونها را ناراحت میکنه.
با این حال چندان به نظر نمیاد که گورخرها و گوزنهای یالدار از این قضیه نگران باشند. احتمالاً خط ساحلی بعدی زیباترین و دراماتیکترین خطوط ساحلیه، یعنی ساحل وحشی وایلد کاست. این منطقه زیبایی تحسین برانگیزی داشته و یکی از مناطق توسعه نیافته منطقه محسوب میشه که مردم آن همچنان سنت‌های قدیمی رو دنبال میکنن و مالک بیشتر زمین‌ها و ساکنان بومی آن هستند. یکی از این سنت‌ها بردن گله به ساحله. نه آبی برای خوردن هست و نه علفی برای چریدن، اما درست مثل انسان‌ها اینطور به نظر میرسه که اونا دلشون آرامش میخواد، خواب و نشخوار میکنند. در تمام طول ساحل میتونید شاهد چنین منظره‌های زیبایی باشید. شاید قدیمی ترین محل این ساحل هال این دواله یا سوراخی در دیوار، یک صخره جدا شده که هزاران سال پیش از زمین کنده شده و بر اثر فرسایش در قسمت نرم وسط صخره یک سوراخ کوچیک ایجاد کرده. بومی ها بهش میگن خونه رعد، چون وقتی امواج دریا با این حفره برخورد میکنه صدایی ایجاد میشه مانند رعد و برق که این صدا از فاصله دور هم شنیده میشه. فرسایش صخره‌ها پناهگاهی درست کرده که برای شنا کردن هم جای امنی به حساب میاد و البته یکی از محبوب ترین مکانهای ساحل وحشی به شمار میره. روی تپه‌ای بالای خلیج گروهی از زنهای خسا لباسهاشون رو به روشی میشورند که قرنهاست از یاد نرفته. آب تازه، بوته به درد بخور و باد گرم تمام چیزهایی است که در یک روز برای شستشو مناسبه، مگر اینکه هلیکوپتر بیاد و همه چیزو به هم بزنه. داخل ساحل تعدادی از خانه‌های گرد به راندولز معروفن که میتونید اونا رو در کنار هم ببینید. اطرافشون جالیز سبزیجات و حصارهای احشام وجود داره. این خونه ها به روش سنتی ساخته میشن. زمینشون از کاه و دیوارهاشون از فضولات گاو درست شده. این خونه های گرد رو در تمام ساحل شرق میشه دید. بعضی جاها هم حلبی های مواج جایگزین کاه در سقف شده و بلوک های سیمانی یا آجوری جایگزین فضولات گاو، اما شکل کلی همونطور دست نخورده باقی مونده. این خونه ها که در ابتدا هیچ امکاناتی نداشتند امروزه با برق و آب شهری تأمین میشن. در ضمن دستشوی صحرایی بیرون از خانه ساخته میشه. رودخانه ها آب لازم، همینطور فرصت شنا و خنک شدن برای ساکنین رو تأمین میکنن. اما این رودخانه‌ای که آروم به نظر میرسه در انتها به یک تنگه تاریک و نمناک 152 متری میریزه. این آبشار مانگاست که در نتیجه فعالیت زمین لرزه پدید اومده. یعنی وقتی که هزاران سال پیش زمین دهن باز کرده این تنگه زیبا خلق شد و در نهایت آبشاری که میشه از چند نقطه اونو دید. این منظری تحسین برانگیز و با شکوه. این آبشارهای کمیاب که مستقیم به دریا میریزن هم به همون اندازه تحسین برانگیزن. تعداد این آبشارها در دنیا زیاد نیستند و در ساحل وحشی فقط 2 تا از این آبشارها وجود داره. این یکی آبشار بلاف نام داره و اینجا آب تا 70 متر سقوط میکنه. این آبشارها بازدید کننده ها رو از سراسر دنیا به خودشون جذب میکنن، حتی با اینکه در بخش دورافتاده از ساحل وحشی قرار دارن. دلیل دیگه بازدید کنندگان از این بخش از ساحل دیدن ساختار بی‌نظیر صخره هاست که صخره کلیسایی هم شامل اون میشه. این صخره به جایی متصل نیست و در طول قرنها انگار دریا و باد اونو حجاری کرده، طوری که شکل یک شمع پرنده بر بالای یک کلیسای قرون وسطایی رو به خودش گرفته.
بر فراز مرزها کارخونه نیشکر کوارزولو ناتال بیشترین استخدام مناطق روستایی رو به عهده داره. این بخش بیشترین شکر کشور رو تولید میکنه. بالغ بر 30,000 کشاورز خوب ثبت نام شدند و تا چشم کار میکند مزارع نیشکر دیده میشود. وقتی نیشکر رو برداشت میکنن میفرستن به یکی از آسیاب‌های منطقه. این یکی از آسیاب‌های نزدیک دوربان در ساحل بزلیه. با وزش باد بوی خوش شکر بوداده تا کیلومترها میپیچه. حال جادمون ما رو میبره به ساحل، به سمت سومین شهر بزرگ و همینطور شلوغ‌ترین بندر آفریقای جنوبی یعنی دوربان. این بندر طبیعی است، از معدود بنادر در این کرانه ساحلیه که در سال 1840 باز شد و اون موقع به نام بندر ناتال معروف بود. اما شاید دوربان بیشتر به خاطر نمای دریایی و سواحل و تضاد کاملش با ساحل وحشیه که از اون گذشتیم معروفیت داره. اینجا تمام شرایط برای انواع توریست ها رو در بر داره که شامل پارک تفریحی، هتل های بزرگ و کازینوها میشه. دوربان نقش خودش رو در ماجرای جام جهانی در استادیوم موزس ماپیدا ایفا کرد که با استفاده از تلکابین بازدید کننده ها رو به بالای قوس می برد تا شاهد مناظر بی‌نظیری از شهر و ساحل باشند. داخل دوربان دره هزار تپه جای گرفته که بخشی از قلمرو پادشاهی زولوسته که در اوایل قرن 19 به دست شاکا زولو شکل گرفت. او بود که با سیاست و البته زور قبیله ها رو با هم متحد کرد. شاکا در اوج امپراتوریش ارتشی بالغ بر 50,000 سرباز زولویی رو فرماندهی میکرد. امروزه این منطقه پر از دهکده ها و مزارع کوچکی است که این منطقه زیبا رو تشکیل میدن و در طول قرنها تغییر زیادی نکردن. قرن هاست که رودخانه اومگنی به آبشار هویک میریزه. مردم زولو به این آبشار کواناگازا میگن که به معنی جایی برای قد بلند هاست. مهاجرین اروپایی اولین بار این آبشار رو در دهه 1800 دیدن و وقتی رودخانه طغیان کرد بعضی از آنها وقتی که تلاش می‌کردند برخلاف جریان رودخانه به آن سوی رودخانه برن گرفتار امواج خروشان می‌شدند که ارتفاع امواج به 92 متر می‌رسید. از اینجا تا مرتفع‌ترین کوهستان آفریقای جنوبی فقط چند کیلومتر راهه، یعنی دراکنگزبورگز. ساکنین زولو این کوهستان رو امهالامبا نامیدند که یعنی سدی از نیزه. به آفریقایی یعنی کوهستان اژدها، جایی که کرکس‌ها در آسمانش پرواز می‌کنند. به سمت شمال که بریم ساختار صخره‌ای طبیعی بی‌نظیر دیگه‌ای رو شاهد هستیم که به اون آمفی‌تئاتر میگن. این ویژگی تحسین برانگیز طبیعت یکی از بی‌نظیرترین مناظر صخره دنیاست که پارک ملی رویال ناتال اونو در بر گرفته. یک رود باریک تا بالای کوه میره و از ارتفاع 915 متری به دره پایین میریزه. اینطوری آبشار تولگا یعنی دومین آبشار بلند دنیا تشکیل میشه که با آبشار فرشته در ونزوئلا فقط حدود 30 متر تفاوت داره. شاید معروفترین کوهستان در محدوده دراگنزبورگز قله کلیسایی باشه. در ضمن از هتل واقع در دره میشه چشماندازی کامل به قله داشت.
و چون این مسیر تا قله رو به صورت هوایی میایم کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. پس راحت بشینین و از پرواز لذت ببرید. از بالا چشماندازهای